سلام دوستای پر انرژی من، آیهان بیگ بنگ هستم. در رابطه با فرهنگ‌های ما قبل تاریخ یا تمدن‌های ما قبل تاریخ اینجا قرار راجع به صحبت. کتاب جوان فالون نوشته لینگ هون چین درونش درباره تاریخ باستان و حقایق باستان نوشته شده. بسیاری از شما ممکن است اصطلاحات فرهنگ‌های ما قبل تاریخ یا تمدن‌های ما قبل تاریخ را شنیده باشید. بگذارید درباره تمدن‌های ما قبل تاریخ صحبت کنیم. امروز در روی زمین آسیا، اروپا، آمریکای جنوبی، آمریکای شمالی، اقیانوسه و آفریقای قطب جنوب وجود دارد که زمین شناسان آنها را قاره می‌نامند. ده‌ها میلیون سال قبل از شکل‌گیری قاره‌ها گذشته است. یا اینطور می‌توان گفت که سرزمین‌هایی که از کف اقیانوس بالا آمدند و سرزمین‌هایی که به غرق اقیانوس فرو رفته‌اند و از زمان ثابت ماندن آنها به شکلی که امروز هستند ده‌ها میلیون سال گذشته است. اما در قعر برخی از اقیانوس‌ها بناهای باستانی بلند و بزرگی کشف شده است. این بناها طرح‌های زیبایی دارند و هیچ شباهتی به آثار تمدن انسان امروزی ندارند. پس آنها بایستی قبل از اینکه در قعر دریا فرو رفته باشند ساخته شده باشند، یعنی ده‌ها میلیون سال پیش. اگر در آن زمان انسان فرضاً حتی میمون هم نبوده، پس چه کسی آنها را ساخته؟ چنین چیزهای هوشمندانه‌ای امکان پذیر نمی بودند. معمای دیگر فسیل تریلوبیتی است که باستانشناسان آن را کشف کردند. تریلوبیت موجودی بود که بین 260 میلیون سال تا 600 میلیون سال پیش وجود داشت و بعد از آن منقرض شد. دانشمندی آمریکایی فسیل تریلوبیتی را کشف کرد که جای پای انسان روی آن بود. جای پای فردی که کفش به پا داشت روی فسیل به طور واضح نقش بسته بود. آیا این تاریخ نویسان را دست نمی اندازد؟ بر طبق نظریه داروین آیا می توانست در 260 میلیون سال پیش موجودات انسانی وجود داشته باشند؟ در موزه دانشگاه ملی پرو سنگی وجود دارد که نقش انسان روی آن حکاکی شده است. پس از بررسی مشخص شد که نقش 30,000 سال پیش روی سنگ حکاکی شده. اما این شخص لباس پوشیده است، کلاه به سر دارد، کفش به پا دارد و با تلسکوپی در دست ستاره ها را مشاهده می کند. عجیب تر این است که چگونه انسان‌های 30,000 سال پیش می‌توانستند بدانند که چگونه پارچه ببافند و لباس بپوشند. چیز عجیب تر این است که او با تلسکوپی که در دستش مشاهده می‌کند ستاره‌ها را و درباره نجوم چیزهایی می‌دانسته است. همیشه فکر می‌کردیم که گالیله اروپایی بود که حدود 300 سال پیش تلسکوپ را اختراع کرد. اما چه کسی 30,000 سال پیش تلسکوپ را اختراع کرد؟ هنوز هم معماهای حل نشده زیادی وجود دارد. برای مثال بسیار از قاره‌ها در فرانسه، آفریقای جنوبی و رشته‌کوه‌های آلپ نقاشی‌هایی رو روی دیوارشان دارند که خیلی واضح و شبیه چیزی واقعی حکاکی شده اند. تصاویر بسیار زیبایی از انسان حکاکی شده و با نوعی رنگدانه معدنی رنگ‌آمیزی شده‌اند. اما آن اشخاص مثل مردم امروزی لباس پوشیدند و لباسهایشان کمی شبیه به لباسهای غربی است و شلوارشان تنگ. برخی از آنها شبیه پیپ در دست دارند و برخی عصا در دست و برخی کلاه بر سر دارند. سوال اینجاست چگونه میمونها صدها هزار سال پیش میتوانستند به چنین سطح رنگی پیشرفته‌ای برسند؟ چگونه؟ بگذارید کمی عقب‌تر برویم. جمهوری گابن در آفریقا معدن اورانیوم دارد. این کشور نسبتاً توسعه یافته است و خودشان توانایی استخراج اورانیوم را از سنگ معدن ندارند. از سنگ معدن را به کشورهای توسعه یافته صادر می‌کنند. در سال 1972 کارخانه‌ای در فرانسه مقداری از آن سنگ معدن اورانیوم را وارد کرد و پس از تجزیه تحلیل شیمیایی پی بردن که سنگ‌های معدن اورانیوم پردازش و استفاده شده بود. فکر کردن عجیب است و عده‌ای از دانشمندان و پرسنل فنی را در محل به آنجا فرستادند. دانشمندان کشورهای زیادی برای بررسی به آنجا رفتند. در نهایت تایید کردند که آنچه فکر می‌کردند معدن سنگ اورانیوم است در واقع راکتور اتمی بزرگی است که بسیار خوب طراحی شده بود. حتی بهتر از آنچه که امروز میتوانست ساخته شود. پس در چه زمانی ساخته شده؟ 2 میلیارد سال پیش به مدت 500,000 سال دایر بود. این اعداد نجومی هستند و به هیچ وجه نمیتوان آن را با نظریه تکامل داروین توضیح داد. در این جهان وسیع و در این راه شیری چرخان حرکت سیاره زمین به هیچ وجه نمیتوانسته همیشه آرام و همواره بوده باشد. پس ممکن است به سیارات دیگری برخورد کرده یا با مشکلات فجایع دیگری بزرگی مواجه شده باشد. اگر از منظر توانایی‌های فوق طبیعی به آن نگاه کنیم میتوانیم بگوییم این واقعه بخشی از نظم و ترتیب بزرگی هستند. زمانی به
به دقت ردیابی کردند که بشریت 81 بار دستخوش انهدام کامل شده است. هر بار فقط تعداد کمی از افراد زنده میمانند، فقط کمی از تمدن‌های قبلی باقی میماند و سپس وارد دوره بعدی میشوند. با افزایش جمعیت در نهایت دوباره تمدن ظاهر میشود. بشریت 81 بار از میان چنین چرخه‌ای گذشت کرده است. ممنون که تا آخر ویدیو همراه هم بودین. دوستتون دارم. آیهان بیگ بنگ هستم. بای تا یه ویدیوی دیگه میبینمتون. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه. زنگوله رو روی آل بذارید تا از ویدیوی ما با خبر باشید. خدا نگهدار. پر انرژی باشید.